به حال من نگر. بله به حال من نگر. این چی حال است؟ از تو عذر نپرسیدم، از دستت گرفته به خانه‌ات بیا گفته نتوانستم. به شرف کلتکل است. به کدام سوراخی در آمده ای؟ من تو را دستگیر میکنم به شرف، دستگیرت میکنم به شرف. دامولا ایستا، به شما احتیاج دارم. دامولا ایستا، به نصیحت شما احتیاج دارم. نروید. اوه کمی پیش ما را تعقیب میکرد، حالا باشد ما را نمیشناسد. مای نوشیده است مگر؟ همه‌ش از برای تو. نفهمیدم. هر قدری از پشت کلتکل است میدوم، هیچ او را دستگیر نمیکنم. جناب گوش کنید، چنین نگویید. شما از پس آدم گپ زده ایستادید. آدم را از پسش غیبت نکن که گناه عظیم است. در اینجا در فکر و خیالم همیشه او است و هر کسی را نظر نکنم او را کلتکل از خیال میکنم. به خدا همه کلتکل است. ببین به تو هم وقتی نظر میکنم گاه کلتکل است گاه دامالله. شما هم خطا میبینید و هم خطا فکر میکنید محترم. نزد دکتری چشم روید. همسرم مرا ترک کرده گفت که یا من یا کلتکل است. او راست میگوید. کلس را یک طرف گذار و روام روی همسرت استراحت کن. او الکی من را قبول نمیکند. البته قبول میکند. شما یک بار رفته از روی صدقا منظور پرسید قبول میکند. میبخشد؟ میبخشد. عشق همه چیز رو میبخشد. برمیگردد؟ برمیگردد. برمیگردد. تشکر زیاد بابای ملا. استغفرالله. با آدم گمراه و کسانی که خطا میکنند راه نشان دادن وظیفه ماست جناب. خیر میلش، من کار دارم، باید در راه روم. شما باشید با این حالتون و پیش همسرتون نروید. رفته خودتون را هوشیار کنید، بعد روید که عیب میشود. میلش دام الله. خیر شب خوش. دام الله. شما بسیار هم انسان خوب بودید. میدانم بگذار گفته شما باشد. دام الله نرو. بیا رفته یک قهوه نوشیم. بیا. همینش نمیرسید. این رو بینید مرا نمیشناخته است. نه من باید زود روم که نمازم قضا شد. دام الله می استادید 50 تا قهوه می نوشیدیم. اینجا بیا. برادر جون. شوکت خوب هستی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ تو به خارجه نرفتی؟ رفتم نتوانستم، به سرم بلا آمد. چی رخ داد برادر؟ به سرم بلای بسیار آمد. بیا رویم از اینجا. چی بلا شد گپ زن؟ شوکت
میبینی رفتن نتوانستم و باز تا تیار شدن شناسنامه انتظار شدن در کار. خوب شد، من بسیار خرسند شدم برادر. ای خدایا تو چی ها گفته ایستاده‌ای؟ من باز در اینجا میمونم. باز خوب شد برادر، از فرصت استفاده برده با زهره خانه‌دار میشوی. من تو رو نمیفهمم برادر. تو چرا در چنین وقت گپ‌های بی منطق را میزنی ها؟ یا خدایا توبه، به نازهای این مرد نگریده. تو این دختر را دوست نداری مگر؟ یک روی رو یک طرف گذار، این خیلی کاری امر خیر را تیزتر کردن لازم. سفسطت نگوی، ازدواج ساخته کجایش کار خیر است ها؟ تو این دختر را دوست نداری برادر؟ احمق. بلکه شاید به من معقول است تو هم دیوانه در حال عشق و محبت گفته ایستاده‌ای. یعنی کمک معقول است، نه کمک معقول است. ها. یعنی اگر او با کسی دیگر خانه‌دار شود تو نمیرنجی؟ چی ها گفته ایستاده‌ای؟ چخیل خانه‌دار شوی کی به این جرأت میکند؟ در چشمانی که لزق رد و برق موج میزند. گپی مرا گیری زودتر خانه‌دار شو، ناز نکن. تو با اون دختر موافق هستی، زودتر توی کن دختر را. مایلش گوش کن. تمام. خیر دیری بد شد، رو پا گوبا میخوری. با کجا روم؟ چخیل با کجا که خواهی رفتن گیر؟ با کجا روم آخر؟ با کجا روم؟ در این ساعت یگان جای میرفتگی هم هست مگر؟ اما شوکت همیشه یک پرابلم میکنی. عیب است آخر. چه عیب است؟ کاری کرده ای تو عیب است. در این نیمه من کجا میروم؟ من جای رفتن ندارم. یک طرف بیست برادری را فراموش نکن. آه شوکت، درد خودم کم بود که باز تو آمدی. چی گپ؟ در محکم است. مرحمت آقای شوکت، کلیدی خانه‌ات را گیر، در دست من است. تشکر برادر جان. من از این کلید باید یک تکنم. البته. تا تو نگویی که از این جورا من به هیچ کجا نمیرم برادر جان. سلامت باش. توبه، در حیاتم تو بر این انسان بی شرم و حیا رو ندیده بودم. چغتای، تو درباره جمامت خیلی پیشنهاد خوب کردی. برای زهرا این بسیار هم جشن زیبا خواهد شد. این آدم چرا اینجا زود می آید؟ زهرا جان این رو خودت حل کن. من دیگر با چغتای سر کار گرفتن نمیخواهم. زهرا بیا دخترم، بیا ببین. چغتای برای تو بسیار هم مراسم زیبا فکر کرده است. به مناسبت 3 سالگی شعبه معماری و همکاریتان چغتای میخواهد به شب نشینی روید. همینطور. زهرا این را همچون یک هدیه خردک قبول کن. خوشبختی ها خواهم. تشکر زیاد آقای چغتای، هم برای گل ها و هم برای دعوت نامتان. اما متاسفانه من آمده نمیتوانم. معلوم که به توی تیاری میبینم. آمده نمیتوانم، عذر میپرسم. این خیلی نمیشد زهرا. مگر چون این پیشنهاد را رد میکنن؟ بابا جان اشتراک میکنی؟ یگانه اعتراض نمیخواهم. ببین او بسیار انسان حیله‌گر است. برای به دست آوردن ثروت آقای اکرم همه کار را میکند. زهرا را فریب کرد. آقای اکرم پیش از مردنش اگر یک وصیت نامه نویسد او همه را صاحب میشود. قرار خانه‌دار شوی زهرا مرا چقدر خرسند کرد فهمانده نمیتوانم. و من گویا تمام دنیا را بخشید. ای بابا جانم جانم. خرسندی زهرا را در چهرهش میبینم. بله بسیار خرسندم. چقدر پسرم تو که خانه‌دار میشوی؟ ببین مانند چوجه تنها عمر به سر بردن ناممکن است. در آنجا چی گپ باشه؟ دیوانه بی عقل، دیوانه کله و رم.
اگر دختر رو رد کنه و دیگر کس رو میوبد. ای زهرا، با این راه نمیدیم. بغیر از من با هیچ کس خونه دار نمیشوی. زهرا، داماد چی شد؟ چرا ایستاده ای؟ کمی صحبت کردن نتوانیم. منش میایم با اجازت شما. دستتون رو گیرم. گل را گیرم آقای اکرم. مهگیر. شما جفت دانا جدا بودن نمیتوانید ها؟ زهرا خانم، یعنی چی در اصل؟ بگویید. در اصل چی؟ یعنی چی خیلی فهمونم؟ یعنی من وای مسئله خونه دار شوی ساخته بود که دوباره فکر کردم که یعنی حاضر شما رو در این حالت تنها گذاشتن اونقدر خوب نمی شود. یعنی چی؟ بله، من تکلیف خونه دار شوی ساخته رو قبول می بشوخی. دامولاسیا من بسیار عذر میپرسم برای آغوش کشیدنم. من خیلی خرسند شدم. چی کار کردنم رو ندونستم. اگر در حقیقت من خونه دار میشدم اینقدر خرسند نمیشدم. باور کنید من رو شد کردید. نه، یعنی حالا اینقدر تیز خرسند نشوی. تشکر زیاد. در حدیث آمده است که همیشه با احتیاجمندان باید کمک کرد. رقم های تلفنات رو قید میکردید؟ خوب، من قید میکنم. مرحمت. زنگ زدم. قید میکنم. سلام، من با تو صحبت کردنیم. چی بود اپای حاله؟ سلین، التماس با من دروغ نگوی. این مسئله خانه دارشوی زهرا و مناسبتش از کجای قدر زود پیدا شد؟ یک دیگرشون رو دوست می‌دارن. ما چی گفتم میتوانیم اپای حاله؟ اینها رو یک طرف گذار. عقلا تو این خیلی گپ نزن. آخر سلین چی خیلی دوست داشتن؟ دختری که اینقدر وقت محبت میجوست، یعنی در این 2-3 روز چی خیلی میتواند به همین داملا عاشق شود؟ چونانی که در فیلم های عاشقانه دیده حلاوت میبریم، چرا در حیات زهرا همین خیلی نشود؟ هر دوی آنها جفتی مناسبم ببین. وای به عاشقانیگر هیچ به این باورم نمی آید. اپای زهرا با داملا زیا عشق غیر امکان. ترسون با من. چه؟ ترسون اشکی؟ نه، ترسون با سری من. هیچ گب نه. کنی گو کیست او؟ کنی گوی. خیر، تا بازدید. اوف.
ای پسر تو چیکار کردی؟ دیروز خواهش این شاگرد شیطان رو رد کردی، امروز باشد باز قبول کردی. کلاس این چیکاره بود که تو کردی مگر دیوانه شده ای؟ می توانیم به خریدن لباس عروسی شروع کنیم چون که زهرا آیله دار می شود. وای این رو بین زهرا جون هیچ باورم نمی آید. من رو نمی پرسی، من هم همین خیر. به خدا چی گویم، امیدم رو از داملازیو کنده بودم، تنها به خاطر زیخ نشدنی تو اشکر نمی کردم. من هم سلیم، من هم پگاه رفته همش رو به بابایم فهموندنی بودم. برای من یک معجزه شد، لیکن بسیار خوب شد. یک چیز رو نفهمیدم، چرا داملا زود فکرش رو حیوز کرد؟ نمیدونم، به فکرم تنها نیکی کرد. ها؟ یعنی تنها برای نیکی؟ دیگر چی میشد که؟ به خدا من هم نمیدونم زهرا جان. داملازیا بسیار آدمی با وجدان بوده است. به فکرم همین طور. فراموش کردم پرسم چرا آمده بود؟ به تو نگفت مگر دعوت میکرده است. چه دعوت؟ یک جای کار کردن من رو 3 سال شده است، به همین خاطر دعوت کرده است. این قدر شد مگر؟ خیر دعوت است. با داملا دستی به دست کردن میروی؟ من رفتن داملا رو فکر نمی کنم. او در بین همکارانم چیکار میکند؟ ناراحت میشود. دعوت نمی کنی؟ نمیدونم. دعوت کنم؟ دعوت نمی کنم. دعوت کنم؟ من از کجا میدونم؟ وقتی که چغتای رو در نزدیک دیدم دلم قریب کفت و خودم رو گم کردم. برادر خودت رو گم نکردی، دلت تو رو به آنجا برد. دلت تو دمت را گیر، چی دل پیل گفته ایستاده ای؟ چی علاقه دارد؟ همین که شناسنامه هم را گرفتم از اینجا گریخته میروم. من چی کار دارم با اون؟ هیچ گپ نه برادر، دختر رو همراهت میگیری بعد مسئله حل میشود. دختر هم بسیار کوشش دارد که همراه من گریخته رود. ای خدا جان مرا ببخش. انا گپ در کجا بوده است؟ تو چی را فهمیدی؟ فهمون تو ما هم فهمیم. برادر من هر روز تو رو پر کرده به نزد دخترمو میکردم که فکر میکردم که اون دختر نیست تو رو دوست میدارد و به تو میل بسیار دارد، لیکن این دختر باشه در برادر جان یک بار در آینه به خود نظر کن، بسیار بینمود هستی. او برای همین با تو ازدواج ساخته برپا کرد. سختی بد رسید. شوکت دیوان گم شو از اینجا. سختی بد رسید. اگر خواهم دختر را از قفایم میدوانم مگر نمیتوانم؟ چی میخنده پسرم کی؟ من خندیدم؟ نه رویم رو بین. 2 ساعت شد که خیخی کرده خندیده ایستاده ای. تو فکر میکنی که من اون دختر زردک رو از پس آن دوانده نمیتوانم؟ دلم نمیخواهد. برادر جان من میدونم از دست تو کلتکیلس همه کار میآید، به همه کار قادر هستی، میفهمم. ای خدا شوکت، در عشق غیر امکان گفتنی گپ نیست. این رو در سرت جوی کن. نخند. چی میخندی؟ چی درد دارید؟ برادرم گلویم رو گرفت. روی آنت سیا دروغ میگید. گریم اومد. گم شو، چای رو دم کرده بیاره. زهرا
شما با دامبلوزیو در مسئله خانه‌دار شوی گپ زدید؟ نه گپ نزدیم. آخر دامبلو پیشنهادم را نف قبول کرد. خوب میشد که هر چیز زودتر درباره این صحبت میکردید. درباره چی؟ در نزد آدمان چخیل رفتار، چخیل گپ میزنه، چخیل میخنده. درست میگوی سیلین. زهرا جان، آخر شما بازی کرده ایستادید و کسی باید آشکار نکنه. به همون هم آشکار نمیکنم. بین شما یگان قاعده و قانون بودنش ممکن. از کجا دانم؟ همه چیز رو باید پیشکی به نقشه گیرید. با دامولوزیو صحبت بکن. به همین هم قبول کرده است. یگان کس رو به شبهه نافتونید. سیلین، این قدر مشکلی بوده است؟ زهرا جان، چشمانی همه به سوی شما یند. راست میگویی. چنان حس میکنم که گویا اپم دائما مرا نظارت میکند. باید آشکار نکنم. خواه نخواه وقت شاید میفهمد. نپرس، مرا هم در این باره پرسپوس کرده ایستاده است. او به این ازدواج تماما باوری ندارد. یعنی هر دوی شما باید به این خوب تیاری ببینید تا که دیگرها از این پی نبرند. چی کار کنم سیلین؟ با داملا دستی به دست کرده گردم؟ من از کجا دانم؟ اینش رو خودتون حل کنید. من این مسئله رو با داملا زیاد چخیل حل کردنم رو نمیدونم. با چگونه وقتم رو گذراندنم رو نیز نمیدونم. مایلش، تو این مسئله رو با داملا زیاد گپ زن. او حتما روی حلش رو میابد. چخیلی نباشد او هم به این کار داخل است. راست میگویی. مرحمت. بیایید اپا جان. زهرا جان، ما در تنهایی صحبت کرده میتوانیم؟ زهرا جان، من کمتر کار دارم. رفتنم لازم. اپا جان، عیب شد. اگر جیغ میزدید من خودم به نزدتان میبر اومدم. عیب مای برو، یک طرف گذار. زهرا هم مرا فریب کرده میتونی، اما مرا فریب نمیکنی. چه خیلی فریب اپا. خب گوش کن، من اجازت نمیدیم که حیات تو بسوزد. من میدونم که تو برای بابایم شده این ازدواج رو برپا کردنی. این چی گپ؟ با بابایم یگان علاقمندی ندارد. با چشمان من نگر. خانم چه؟ من تو رو خوب میدونم. اونقدر آدم ها از پشت تو دویدن، با یگانتش نگاه نکردی. چخل شد با این دامولا دل بستی؟ اپا جان، این عشق است. ها، پس چرا من در چشمانت عشق رو نمیبینم؟ یگان ذره. اپا جان، عشق تنها برای شما است مگر؟ شما به یک پلیس عاشق شده میتوانستید و من به یک دامولا عاشق شده نمیتوانستم؟ این رو ببین گپ رو چطور عوض میکند و این چه علاقه دارد؟ از پشت کی و چیکار کرده ایستاده نمیدونم، اما میفهمم در نظارت منی زهرا. هیچ چیز رو از او پنهان کرده نمی شود. این طور شدنش ممکنه. دامولوزیو چخیل با این دختر خانه دار می شود. اپای نشیده. خدایا توبه. دخترم چرا تو باور نمی کنی؟ آنها خانه دار می شوند. این عمیق آوازه است. دامولوزیو به او حیف می شود. به دامولوزیو یک دختری قد بلند زیبا اسلیما موافق می آید. حالا هم آوازه می گوید. دخترم من خودم شاهیدم، با چشمانی خودم دیدم. آقای اکرم به همه اعلان کرد. آخر آنها به نزدیکی خانه دار می شوند. به خدایا توبه. داملا رو میجوی زهرا؟ بله. به مسجد رفت. همینطور. مایلش تشکر زیاد برای کار. رحمت دخترم. حالا من همه هیلهی تو رو میفهمم. هجری، این استاد تو زیا با عروس زمانوی یعنی زهرا خانه‌دار میشود. تو چی میگویی به این کار جایز است؟
استادم باید میپرسم. کدام استاد؟ دامولا زیا. چرا از او میپرسی؟ دامولا البته این را جایز میگوید. این طور باشد نمیپرسم. با خدا با دامولا گپ ندارم. از دامولا همه چیز رو انتظار بودم، تنها این رو نه. ای بچه پیشکی حکم نبرارید، شاید آوازه دروغ است. بله این آوازه است. سلام علیکم بابای گلاب. اگر وقت می داشتید کمک درباره توی گپ می زدیم؟ البته گپ میزنیم. مرحمت بیا، رفته در مغازه شیرینی ها صحبت میکنم. سلام دامولا. السلام. از این دامولا همین رو انتظار بودیم. الکی دین و نماز و ایمانش رو گذاشته با معشوقش دست به دست سیر و گشت میکند. ایرج برادر تومت نکن، گناهی عظیم است. دامولا هم آدم است، او را فهمیدن در کن. تشکر زیاد. این دختر انیل دامولا رو جادو کرده است. او برای میراث آقای اکرم رو به دست آوردن این کار رو میکند. این چی گپ خودش؟ دامولا زیو اصلا این طور کار نمیکند. گناه هست، گناه. یک چیز رو ندانسته تهمت نکنی. جادو بودنش رو نمیدانم، اما به مثل زهرا دختری بای و جوان با دامولا زیو خانه‌دار شدیش بسیار حیرت آور است. چرا حیرت آور بوده است؟ زهرا هم بزرگی دامولا زیو را دیده است. به همتان میگویم که دامولا زیو مانند زهرا دختری ارکه را حالا میبینید که آدم میکند. شاید برعکس شود. شاید زهرا دامولا زیو را عوض میکند. از این دختر همه چیز رو انتظار شدن ممکن است. سوا زهرا با تو چی بدی کرده است که این طور میگویی؟ کنی فهمو؟ یا که دخترم دامولا زیو را برای خودت خواسته بوده. خوش آمده دامولا. خوش باشد خانم. ما همین خبر رو نفهمیدیم، هممون خرسند شدیم. خدا همه رو به این روز رساند. تشکر زیاد، بسیار همین ندار هستیم. خدا از شما راضی باشه. زهرا جان دخترم، تو در کودکیت به اینجا برای شیرینی خوردن می آمدی، حالا باشه برای کاری خیر رو انجام دادن آمدی. بخیر باشد. به یک دیگرتون بسیار زیبنده اید. خداوند از چشم بد نگهبانتون باشد. تشکر زیاد. با اشتهایتون. لابایونال چهل است عزیزم، تو را بسیار یاد کردم. حاضر گپ زدن نمیتوانم. چه خیلی من از او بخشش میپرسم. سردارم من اومدم که این رو از نظارتخانه برآورد. باید او یک روز در آنجا میماند. سردارم این طور نیست. لیون با فرمان وزیر با امنیت به کار میدراید. پسرم وقت شوخی نیست، او را زود گرفته به نظارتخانه برید. سردارم من عریضه او لیون برای پلیس شدن با وزارت حجت‌هایش را سپریده قبول شده است. پسرم این چه سفسط است؟ سردارم او را به شعبه ما به کار فرستادند. این ناممکن است. این ناممکن است. سردارم دلها نزدیک بود، باز نزدیکتر میشویم خدا خواهد. چای؟ دامولا زیو. لابای. به شما یک چیز رو گفتن میخواهم. مرحمت.
اپام درباره ازدواج ما بسیار شبهه کرده ایستاده است. در نزد وی اگر با دقت‌تر می بودیم باز هم خوب می شد. حتی هنگام اینجا آمدن مرا تعقیب کرد. از همین سبب در کوچه نام شما رو بلند فریاد کردم. لطفاً از من نرنجید. نه، مشکلی ندارد. یعنی من هم در موضوع دقت از شما خواهشی دارم. یعنی در بین مردم از دست انداختید خودم را ناراحت حس کردم. التماس به این دقت دهید. ببخشید مرا، من هم چیکار کردنم رو نمیدونستم. از همین سبب شما چیکار میکنید؟ داملا خوب هستی؟ داملا عذر مرا ببخشید. یکیش عذر. سیاه جان، سیاه خوب هستی؟ خوبم، من خوبم. داملا چی شد؟ خوب هستی؟ خوبم. من زود با شما یخ بیارم. تمام. سوخته کرده ایستاده است؟ کمی سوخته ایستاده است. گرفت. با اجازت من باید به نماز بیروم. تا بازدید. ای پسر، اگر کالتا کلاس رو یافته نآورد با جای کلاس شما را جزا میدیم. خوش آمدی چغتای. خوش باشه دکه. چی شد؟ غمگین مینمایی؟ چی گپ شد؟ بله اکه، دوست داشتم با دیگر کس خانه دار میشود. همه کی را میخوری؟ کی بود است تو؟ نابودش میسازیمی؟ گپ نیست اکه، من هم برای همین آمدم. داملایی که دختر را نجات داد کو با او خانه دار میشود. داملا؟ آبا اوف، این کار بزیب کو. چغتای برادر، کسی رو گوی نابود میسازم اما من با آدمان دیندار هیچ کار کرده نمیتوانم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. مرا یاد کردید جانکم. خوش رویه که من مرا بازمان شدید. بازر تو را به سیر و گشت میبره زهرا. ایستا بیو عزیزکم بیو. کنه بیو جانکی من، شیرینکی من. اینجا بیو. برکنی آفرین. من خوش رویه که من. کنه اینجا بیو. کنه رفتیم. انا مخیر رفتیم دویدیم. انا مخیر. تیسیس فاروق تو چه گفته ایستاده ای؟ تولین جان، چرا نخست در تشویش افتادی؟ من نفهمیدم. این بخواتری تو مرا میکشد فاروق. پدرت یک وصیت‌نامه نو تیار کرده ایستاده است. یک فکر کن برای کی باشد. عجبا در عین خانه دار شوی زهرا به این تصادف نگاه. تولین جان، هیچ کس نشنود گفته اینجا آمدیم. خاموش باش لطفاً. از کجا دانم؟ شاید پدرت چرا اندیشی میکنند. ایستا بینیم که چی میشود. با این فکرهای تو روزه میشود که بی خانه و در کوچه میروی. چقدر راست میگفته است. هرچی زودتر به این ازدواج مانع شدنم در کار نباشد همه بایگری به دامولا. تو چه بگویی؟ این ناممکن است. آنها تارت بخورند، ما باشیم کریم آن را لیسیده میشینیم. اجازت نمیدیم. این ازدواج هرگز برپا نمیشود. چه اینقدر بی‌پروا هستی تو؟ گرفتیم.
سگ زیبا کمتر رو گرفته گردانم. نه تا از برگردان نمیارم. تمام. دیر رفتی. انا گیر ها خوش شیرین خانم زهرا دومالازیو این از شماست؟ وای اینقدر سگ زیبا بوده است. شما سگ دارید مگر؟ در اصل ندارم. این سگ رو از کوچه یافتم. سگ بیچاره کمتر زخمی شده بود. او را گرفته زخمش رو خودم طبابت کردم. ماشاءالله در حال شفا یافت. شیرینک خوب استی؟ حالش خوبتر است. بیا. در یک روز 5 بار با خوراک میدیم. یک صاحبکار محله کمتر پول خیر کرد. من هم در حال برای این سگ خانه‌چه ساختم. ثوابش رو گرفتم. حالا نه تنها است و نه خنکش میخورد. دومولو در حقیقت مرا به حیرت گذاشتید. چرا؟ سگ کوچه رو از مرگ نجات دادن بسیار هم رفتار انسانی است. چیکار کنیم؟ حیوان هم مخلوق خدا است. باید به او رحم کنیم. بله. کاش که همه انسان ها مثل شما حیوان دوستار باشند. در اصل میگویند سگ دوست انسان است. کمبودیش همین که بسیار میجکد. بیا آنها را شناس کنیم. البته. جولی کنی با رفیقت شناس شد؟ نام سگ شما چیست؟ ریمبو. چرا نامش رو ریمبو گذاشتن؟ بله یک وقت ها فیلم ریمبو در مول بود. به خاطر ریمبو مادرش نام سرش رو گذاشت. آنها را سرذهن رفته بازی کنند. میلش رفت. آفرین. کمک رسانم؟ بله خوب میشد. من کمتر این کارها را نمیفهمم. انا روید اکنون رفته بازی کنید. کنی دومولو نشسته صحبت کنیم می شود؟ البته مرحمت. به محل عادت کرده تمامیستی؟ ها عادت کردم. یعنی محله پر از آدمان خوب است. از این جهت خوشبخت. چه خیلی خوب. کارهای شما چی خیلی؟ اگر خطا نکنم شما ساختمان چی بودید؟ چرا میخندید؟ یگان چیزی خطا گفتم؟ به احوال خودمون میخندم دومالو. اول به ازدواج ساخته راضی میشویم، بعد شناسایی پیدا میکنیم. بسیار خنده آور. اگر ازدواجمون ساخته باشد شناسایی هم ساخته میشود. من میمورم طراح هستم. بهترین. کمی رو گردیم چی می شود؟ مایلش می رویم. جولی بیا می رویم. ریمبو این بندشون. ریمبو اینجا بیا. کوچو ریمبو
با فکرم آنها با هم دوست شدن. ریمبو با جولی عاشق شد. بیا رفتیم. راه ریمبو رفتیم. سگی تو مرده است؟ نمیدونم. اگه بختیار گفتی همین طور است. رفتیم ریمبو. جولی رفتیم. این زورو نیست مگر؟ و خدا کی اوست؟ دوست شدند لیکن سگی تو بسیار ناز میکرده است. زهرا سلیم حاضر می آیم. دومولو در اصل بسیار خوب شد که با خوردیم. هم دیگر رو باز از نزدیک شناختیم. خوب میشد زود وا میخوردیم. تمام. همه چیز باید حقیقی باشد، همین طور نه؟ بله. برای فهمیدنتون بار دیگر تشکر. استغفرالله. کمک کردن این وظیفه ماست. زهرا نفهمیدم. مرا زهرا گویید. حتی در خانه هم زهرا گویید بسیار خرسند می شوم. فهمیدم. برای حقیقی بودن شما درست میگید. گرچه برای من کمی مشکل است اما چرا؟ شما دو مولایید کو زیا گفتن گویا که ناحرمتی می شود. دیگر راه نداریم. برای حقیقی بودن شما هم باید بر راحت مرا زیا گویید. فهمیدم. تمام این طور باشد تا بازدید زیا. تا بازدید زهرا. بله. خدا حافظ. تا بازدید ریمبو. صبر کن. خیلی که میبینم با دامولا بسیار هم وقتی خوش گذرانده ایستاده ای. تصادفاً بخوردیم. من هم حیران شدم. بله. سگی که در برش است سگ کوچه بوده است. دامولا او را نجات داده او را طبابت کرده است. چقدر دامولای عجایب بوده است. و یگان دامولای دیگر مانند نیست. دامولای بسیار میشناسی زورا جان؟ از کجا میدونی؟ شاید همش را میخیلم. این دامولا را بالا نمیشناسیم، اما در اصل دیگر خیل مینماید. ای زورا، اگر او تو رو نگیرد به شوهر میمونی. بیا. ریمبو برای تو هم عروس یافته. باز نگویی؟ بیا ببین اینجا. بیا ریمبو. باز از پشت من نوی. فهمیدی؟ راو کنی. چی ایستاده؟ راو گم شو. نمیفهمم. من اویله دارم. کمتر مهربانی کردم از خود نرو. راو میگویم. گم شو. راو گم شو. دف شو. چیکار کرده ایستاده اید؟ خانم بتول. شما چیکار کرده ایستاده اید؟ هیچ کار نه. چیکار کردم؟ با چشمم چیکار کردنتون رو دیدم. چیکار کردم؟ شما از حیوانی بیچاره چی میخواهید؟ او بگون که ضرر نسان که شما رو میرونید. باز دامولو است. با مردم چه خیلی نمونه میشوید. اما خانم بتول هیچ گپ نشده. شما یک لحظه ایستید، من موضوعیت رو با شما میفهمونم. مایلش گوش میکنم. مرحمت. سگ از پشت من آمدن گرفت. برای لباسان رو بینواز نکرد. سنگ رو پرتافتم که تا که رود. تا نرفت.
برای ترسوندنش؟ نه. یعنی تهدید کرده؟ نه. و جای مهربانی کردنتون سگ بیچاره رو ترسوندیده؟ حیف شما در حقیقت حیف شما. نه خانم بتول، ببینید من شما رو دیگر خیلی فهمونم. اینجا باغ است، در اینجا کودکان بازی میکنن و وقتی که سگ از قفای من آمد برای به کودکان هجوم نکردنش، برای یگان حادثه ناخوش رخ ندادنش او را با خودم گرفته بعد راندم. فهمیدم. شرم نداشته باز دروغ میگوید. اما دروغ با ایمان یک جویا شده نمیتواند. دروغ و دشمنی خداست. اما خانم بتول ببینید یعنی من این سگ رو میشناسم. این سگی محله ماست. کودکان با دستانی خودشون به او خوراک میدهند. خانم بتول گوش کنید، شما مرا میدونی چی؟ سگ دوستی وفاداری انسان است، اما شما باشد او را راندید. شما چقدر داملو هستید؟ آبا این دختر رو ببین، ایستاده مرا دشمن حیوان برآورد. با خدا حیران موندم. یک کاری ناجا کنم در حال پیدا می شود. همین هم کار شد. خوش آمدی دخترم. خوش باشد مادر. باز چی گپ شد؟ چرا غمگینی؟ دامولا باز عصبیم کرد. دخترم با این دامولا چی سر به سر میشوی؟ تو دیگر کار نداری؟ مادر جان یک چیز رو ندونسته چرا او رو مفیزت میکنید؟ یک سگ بیچاره کوچگی رو میترسوند. ناگاه مرا دید از راهش گشت. باز شر نکرده دروغ میگوید. توبه گوی دخترم، یک دامولای کلان مگر دروغ میگفته است؟ مادر جان لطفاً. 1 2 3 هجر جان پسرم، آواز بلندگویک رو بلند کن که تمام محله شنود. محترم جماعت مسلمین، امر معروف امروزمان درباره حیوان‌های بیکس و تنها و سگ‌های کوچکی میباشد. حالا از شما سوال میپرسم، مگر این حیوان‌های کوچکی و بیکس و تنها را خدای تعالی نافریده است؟ جواب دیه جماعت. همین طور نه؟ البته همین خیلی است. و حالا باید این صحبت میکنیم، آیا وظیفه مسلمان با چنین حیوان‌ها یاری دادن نیست؟ در کوچه سگ‌های بیسایی بسیار است، با آنها خوراک دهید، بی‌طرف نباشید. التماس و این اهمیت جدی دهید. ببینید در زمستان شما در خانه‌های گرم و زیبای خود با راحت خواب می‌روید، اما حیوان‌ها در زمستان خنک از خنکی خوابشان نمیبرند و بعضی دیگرش ممکن است که بمیرند. پس با اینها ما باید دقت جدی دهیم. ای مردم، اینقدر خسیس نشوید. کمتر آب روان، 1 دانه نان، 2-3 دانه استخوان، کم پنیر، اقلا پس مانده خوراک را برده با حیوان‌ها دهید. فهمیدید؟ با این کار دقت دهید، جدی باشید. اگر خواهید با حیوان‌ها کمک کنید، پس مثل من با آنها کمک کنید و ثواب گیرید. مثلا در محله همون یک سگ یتیم هست که نامش ریمبو است، با او کمک رسانید. لطفاً با این کار اهمیت جدی دهید. حیوان‌های کوچه رو همیشه دستگیری کنید تا که ثواب بسیار گیرید. حیوان‌ها را دوست دارید تا که انسان‌ها شما را دوست دارند. او یک آدمی ریاکار است. آدمی ریاکار. گناهش را گرفتی، خودت شنیدی، حالا همو را پس میزند. هرچی که عیان است حاجت به بیان نیست. اگر او همه رو فریب کرده تواند مرا نمیتواند. یا خدایا. سردارم اومدم. ای بچه کجا اومدی؟ در وقتش اومدم سردارم. طبقه پلو حضور باینگه قری هستید، وجدانم نبرداشت، خواستم با شما خورم. مرحمت شینید، شما رو سیر میکنم. ای داد رو از اینجا، حاضر سرت رو میکفانم. فهمیدی؟ ای برادری نصیبی تو بود است. مرحمت. همین خیلی سرمگران کردی.
صحبت کرده میتوانیم؟ البته مرحمت. من میدونم که زهرا برای بابایم با این ازدواج سراسیمه‌وار راضی شده است. من نمیخوام که او برنجد. خانم خاله، من در حقیقت به خواهر شما عاشق هستم و باور کنید من هم مانند شما نمیخواهم که او برنجد. امید دارم که گفته شما میشود و زهرا دل شکسته نمیشود. امیدوارم. چرا مردم فکر میکنند که ملاها دوست داشته نمیتوانند؟ باز کی باشد؟ تو چه دوملو هستی؟ میراث آقای اکرم را غصب کرده شرم نمیداری؟ از خدا ترس. آن میراث را تو صاحب نمیشوی. خدایا توبه. تو باز چی میگویی عمک بختیار؟ آقای اکرم شما را دعوت دارم. مایلش لباسهایم روی وز کرده میآیم. مایلش. خدایا این چی گپ خودش؟ شکر رو نمیدهی عزیزم؟ بگیر عزیزم. تشکر. و اینها نگر چخیل عشق بازی میکنن. دوملا رو ببین با همین بهانه نان و نمک ما رو خورده گشته است. شرم هم نمیدارد. چی؟ مرحمت بگیر عزیزم. تشکری زیاد. زهرا نان و روغن خورده ایستاده احتیاط کن. باز کرته عروسی به تو تنگی نکند. با نشود که دوملو از تو روی گرداند. خانم من زهرا را چخیلی که نباشه دوست میدارم. در حق تو هم دعا میکنم میلیس. انشالله به مثل زهرا تو هم خوشدارت را یگان روز پیدا میکنی. خدا نشان ندهد از آنی که ماننده این باشد. شما چی ها میگوید مادر؟ مگر من باید ملوه سر و کار میگیرم؟ چی میداند عزیز؟ زیا پسرم، پدر و مادرت کی به خواستگاری زهرا می آیند؟ میخوام همش از روی رسم و آیین برپا شود و از شناسایی با پدر و مادر تو بسیار بی‌صبری کشیده ایستادم. از شناختن انسانهایی که مانند تو فرزند تربیت کردند افتخار میکنم. با اجازت شما. چی شد؟ ایسی هایتان به اینها چی شد؟ مرا ببخشید دملا. با ایله شما خواهش شناس شدنی بابایم را هیچ فکر نکرده بودم. من هیچ فکر نمی کردم که به این بازی که ما کرده ایستادیم ایله شما را هم همراه میکنند.
خاطر نشوید. یگان دروغی خوردکه که گفته از این حالت میبرایم. دائم همین میکنید خانم زهرا. برای از یک دروغ خلاص شدن باز یک دروغ دیگر میگویید. مولا تنها چی؟ بیادبی کرده باشم عذر میخواهم، لیکن درباره اویله داری من هم حساس میباشم. شما یگانه شخصی نیستید که به پدر و مادر بابای رسیده باشید. دومانو من بسیار عذر میخواهم. نمیدونستم، ببخشید. شما کی اویلت رو از دست دادید؟ 10 ساله بودم. من 7 ساله بودم. برای شما رو غمگین کردنم. من با بابایم صحبت میکنم. انسان هیچگاه فراموش نمیکند زهرا. نمیتوانم. باور دارم که شما هم فراموش نکردید. هیچگاه فراموش نکردم. فراموش هم نمیکنم. بیا هوپ هوپ کنی ایستاد بر کنی کنی گیره چی شده؟ کلتکلت در کجاست؟ در آنجا. میمون بازی نکن. رفته خودت بین. اگر نگویی کلتکلت در کجاست تو رو میکشیم. به نام خدا من نمیدونم او در کجاست. زیاد در کودکیش اویله‌اش را از دست داده بوده است. برای همین به او این موضوع بسیار تاثیر کرده است. از این پس ما عائله دامولا زیامی باشیم. تنهایی و بیکسیش را با ما فراموش میکند. شنیدید مرا؟ شنیدید مرا؟ از این بعد عائله دامولا زیا ما هستیم.
به فکرم همه فهمید ها؟ باز چی شده پس؟ تو نمیدونستی زهرا؟ چرا؟ اینقدر چیزی مهم رو چرا با ما نگفتی؟ این خیلی چیزها در گفته نمیشد اپای حاله. من میدونستم. تو میدونستی؟ بیا زهرا، من با تو یک چیز رو میگویم. دامولا خانه آمد. به نزدیکی همه میراثا را به دست می آورد. تو دهانت گشاده بشین فرخ جان. خواهش میکنم باز هر نکن تولین. یک حالت علم آور را آورده به میراث رساندی. به خدا به تو گپ ندارم. دامولا خودش را بیچاره گرفته به اویله مانده اومد. این دامولا اگر ما را از خانه راند تعجب هم نمیکنه. تو چی میگویی عزیزم؟ این به میراث یکم علاقه دارد. تو خوب کردن گیر فرخ. بعد از رانده شدنی ما بیدار میشدی اما کیها دیر میشود. میدونی برای چی؟ سرت کار نمیکنه. بس است آخر. سرت کار نمیکنه. استاد بعضی آدم ها در خانه اشان قبخان مانده موشها را میقپن. حکم آنها در دین چی است؟ بخیر از هجری خانه شما موش داره؟ نه استاد، موش ندارد خانه اما. هجری از خانه آدمان خسیس موشها فرار میکنن. هجری از خانه آدمان خسیس موشها فرار میکنند. مرا شاگردی کلتا کلاس میگویند. بی عقل ها کی را دستگیر کرده ایستاده اید؟ آنها نمیدونند که من 1 کیلومتر رو در 10 ثانیه دویدم. 10 ثانیه خطا کرده. بباشه ها اینجا بیو. آن برادر این آواز شفقت نبود؟ محترم جماعت، یگان آواز شنیده؟ نه دامولا، یگان چیز نشنیدیم. نشنیده؟ استاد، بعضی انسان ها برای شفای یافتن گوشت سگ بچه میخورند. خوردن گوشت سگ در ضروری روا است. خدا در چیزهای حرام کرده شفا خلق نکرده است. خدا در چیزهای حرام کرده شفا خلق نکرده است. مایلش عزیزم، پس من رو از کارخانه میگیری. بگاهی وا میخوریم. عجبا که تو رو از کارخانه میگرفته است. اردشیر کی؟ یک رفیقم، او هم به شب نشینی می آمده است. سلین، بیا همین کارهایت رو به یک طرف گذار. با یک نفر خونه دار شد. چیکار کنم زورا جان؟ کاش که من هم یگان دامولا رو میافتم. سلین، در این شب نشینی رفتن نمیتوانم. اگر بابایم مجبور نمیکرد روزی نمیشدم. همش عیبی چغتای. زورا جان، چند روز شد از پشت ازدواجی ساخته مانده شده. ما هم حق استراحت کردن داریم آخر. همین طور نیست؟ خوب، منش همش گفته تو شود. دریو، اینقدر لباسی بس کردیم یگان تاش معقول نشد. آخر در مجله این مغازه رو تعریف کردن. چیکار کنم من نمیدونستم. در اینجا عیبی من چی است؟ اینقدر رویم سرخ شده است. تو چقدر کسمتیک استفاده کردی آخر؟ خیلی زیبا شده ای. چقدر است؟ نیستا جواب نده. باز نگوید که زنگی رو انتظار بودی. مایلش لیکن بسیار زنگ زد. الو لابای عزیزم، خوبم، تو چه خیری؟ آوازت رو شنیدم، باز خوبتر شدم. با شب نشینی؟ البته می آیم. حتی تیاری دیدم. بسیار پزمانم. چی؟
میگوید که شب نشینی با من یک جای میشود. مایلش میشود پیشنهاد شما قبول. مایلش عزیزم تا بازدید. مایلش تا بازدید. در شب نشینی با من یک جای میشود. تو باور میکنی؟ عزیزم بسیار خرسند شدم. با این بهانه دوستیتان زیاد میشود. هم به این بهانه تو را با کارگران اشینوز میکند. بسیار زور شد این. بله من چی میپوشم؟ حالا آقای اکرم تمامی میراثش رو به دامولا میبخشد. تو باشه در کوچه میمونی. تو چه ها میگویی تولین؟ چه ها میگویی؟ خودش چی گپ در این روزی خورسنده منه؟ به خدا باور نمیکنم. نمیدونی فروخ این دامولا چه خیلی که زهرا رو فریب کرده است. پدرت رو هم فریب میکند. بعد از مردن آقای اکرم خدا را شکر گفته به میراث او صاحب میشود. نه ما باید هر چیز زودتر پیش روی این ازدواج رو گیریم. چرا مانع شویم؟ آنها کودک نیستن. آنها خودشون میدونن که چیکار کنن. تو حالو هم سفسطه می. مایلش عزیزم من به این قراری داده زهرا حیران شدم. این قراری داده او از آخر من چیکار کنم؟ فروخ تو با فکر مرا نفهمیدی. میراث میگویم میراث از دست میرود. نمیفهمی؟ خفه نشو عزیزم اما این همش گفته‌های تو میباشد. یگام اساسی حقیقی ندارد. فروخ با کجا میری؟ هیچ چیز را نمیفهمی. فروخ حالا صحبتی ما به آخر نرسیده. مادر شما کمی پیش چی گفته؟ شما ما رو گوش کرده ایستاده بودی. خالای تولین مادر همه گپایی که با پدرم گفتید ما شنیده. شنیده باشد شنیدن گیره. مادر این ازدواج برپا خواهد شد. فهمیدید؟ زهرا با این دامولا خانه دار می شود. ملیس شیرین نکن برای خوشبختی تو. نه مادر شما من رو هیچ نفهمیدید. درد شما تنها میراث است. درباره خوشبختی من تماما فکر نمیکنید. زهرا با دامولا خانه دار شده چقدر به تو میماند همین کم فکر میکنی؟ دختری ساده چقدر اصلا زهرا رو ترک نمیکنه. خاموش شنیدن نمیخواهم. ایسا ملیس دخترم. ملیس دخترم درو کشو. مرا به حالمون تنها ماندن میخواهم. ملیس درو کشو میگویم. ملیس دخترم چی شد؟ ملیس درو کشو. رو از اینجا مادر رو. درو کشو. ملیس درو کشو میگویم. تو رو بعد میبینم زهرا. تو رو بعد میبینم. چنگیز تلفن این احمق رو گرفتی؟ نه حالا نگرفتم. یگان کار از دستت نمی آید خر. مرا ببخش جناب دیگر تکرار نمیکنم. در حال اینجا بیا. این احمق را تنها گذارید. خوراک هم ندهید تا جای کالتا کلاس را نگوید با نزدش ندرآید. اطاعت سردار. رفتم. چی شد؟ مرا سردید.